مدارک خانم، مدارک رانندگی، گواهینامه، کارت، بیمه، اینا مگه میشه یه راننده همراهش نباشه؟ شما میدونی از کجا داری میای؟ خب تا اینجا چقدر راهه؟ بله پلیس استعلام میگیره ببینه شما گواهینامه داری یا نداری، ولی شما باید کارت ملی داشته باشی که من استعلام بگیرم از روی کارت ملی شما یا نه. ندارین دیگه. بله دیگه، حداقلش اینه کارت ملی همراهتون باشه، ما استعلام بگیریم ببینیم گواهینامه دارید یا ندارین. گواهینامه هم باید همراهتون باشه. سواری پراید، عدم حرکت بین خطوط، فاصله طولی رو رعایت نمی‌کنه، خودروی جلویی رو تحت فشار میگذاره تا عبور کنه. مجددا حرکت مارپیچ رو انجام میده. حرکت نکردن بین خطوط میشه مارپیچ. شما داشتین به سمت چپ و راست حرکت میکنین، هر جا مسیر بسته بود، هر جا راهتون بسته بود شما به سمت چپ یا به راست تغییر مسیر میدادین. مگه اون خودروی جلویی شما با چه سرعتی باید بره که شما خیالتون راحت باشه دیگه مسیر بازه؟ اون داشت سرعت مجاز میرفت، شما برای چی دائما به سمت چپ و راست میرفتین؟ چون سرعتتون بالاتر بود. سرعت مجاز این محور 90 کیلومتر، 120 کیلومتر در این لحظه ثبت شد برای این راننده. حرکت مارپیچ سرعتش رو مجددا افزایش میده. ببینید همین دغدغه، همین مشغولیت ذهنی، همین مشغول بودن ذهنی که شما میفرمایید یعنی اینکه تمرکز روی رانندگیتون ندارید. ما دقیقاً دنبال همین نکته هاییم. این نکته هاست که باعث میشه یه راننده نتونه در اون لحظه رانندگی تمرکز بکنه و درست رانندگی بکنه. این نداشتن تمرکز نتیجهش میشه چی؟ تصادف. قبلش تخلف، بعدش تصادف. متاسفانه وسیله نقلیتون 72 ساعت توقیف میشه، جرایمتون هم همش ثبت میشه. حرکت مارپیچ، رعایت نکردن فاصله طولی، سرعت غیر مجاز در سوابق گواهینامه شما ثبت میشه، نمرات منفیش، جریمتون هم ثبت میشه. ما نباید شاهد همچین رفتاری باشیم. قرار نیست تکرار بشه. شما وقتی تخلفی رو مرتکب میشی و پلیس رو میبینی دیگه پایان خطه. قرار نیست دوباره تکرار بشه که میفهمین اولین بارمه. مگه قرار باز این اتفاق بیفته؟ قرار نیست که شما تکرار بکنی این رفتار رو تا یک جا بگی حالا بار دومم اشکال نداره ماشینم توقیف بشه. یک بار که اتفاق میفته تمومه دیگه. باید آخرین باری باشه که شما همچین رفتاری رو انجام میدین و اون هم قانون براتون اجرا میشه.